اگر به عنوان یک مهندس عمران ساکن آمریکا هستید و قصد دارید مجوز حرفه‌ای بگیرید، حتما نام آزمون افی رو شنیدین. این آزمون اولین قدم برای گرفتن مدرک پروفشنال انجینیر PE در آمریکاست و میتونه تاثیر زیادی رو آینده شغلی شما داشته باشه. در این ویدیو همه چیزهایی که باید درباره آزمون افی بدونید، از ساختار آزمون گرفته تا منابع مطالعه و راهکارهای موفقیت رو به شما توضیح میدم. پس تا انتها همراه من باشید. آزمون FE Fundamental of Engineering چیه و چرا اهمیت داره؟ همونطور که در ویدیو مربوط به نکات ثبت نام و ارسال مدارک به NCES که لینکش رو این بالا میذارم صحبت شد، آزمون FE یک آزمون استاندارد برای ارزیابی دانش پایه مهندسی در رشته‌های مختلف مثل عمران، مکانیک، برق و صنایع. چرا این آزمون مهمه؟ این آزمون اولین مرحله برای گرفتن مدرک PE. داشتن مدرک PE فرصت‌های شغلی بیشتری رو برای شما ایجاد میکنه و در برخی ایالت‌های آمریکا برای برخی مشاغل مهندسی داشتن مدرک PE الزامیه. این آگهی استخدامی مهندس عمرانه که در لینکدین قرار گرفته بود. به نیازمندیش دقت کنید. مهندس عمران با لایسنس PE و یا SE و یا حداقل داشتن مدرک EIT. شرط شرکت در آزمون FE چیه؟ برای شرکت در آزمون FE باید حداقل مدرک کارشناسی مهندسی از یک دانشگاه معتبر داشته باشید. برخی از ایالت‌ها اجازه میدن دانشجویان سال آخر هم در آزمون شرکت کنند. هزینه آزمون در زمان ضبط این ویدیو $225 آمریکاست و میتونید از طریق سایت NCES ثبت نام کنید. مراحل ثبت نام رو در ویدیو قبل توضیح دادم که لینکش رو این بالا براتون میذارم. برگزاری آزمون در طول سال به صورت مداومه، بنابراین میتونید زمان مناسب خودتون رو انتخاب بکنید. اما فقط چند فرصت برای آزمون داریم. در اکثر ایالت‌ها در هر بازه آزمونی یک بار میتونید در آزمون شرکت کنید و بیش از 3 بار در یک دوره 12 ماهه مجاز به شرکت در آزمون نیستید. مطابق تصویر 4 پنجره یا بازه آزمونی در سال داریم. این آزمون توسط NCES و در مراکز آزمون پیرسن ویو و برخی از دانشگاه‌ها برگزار میشه. آزمون FE به صورت کامپیوتری برگزار میشه و شامل 110 سوال هست که در 5 ساعت و 20 دقیقه باید به اونها پاسخ بدید. این آزمون اوپن بوک نیست، اما شما میتونید از یک کتابچه مرجع دیجیتال که توسط NCES ارائه شده استفاده کنید. این آزمون 6 ساعته شامل این بخشاست: توافقنامه عدم افشاء 2 دقیقه، آموزش نحوه انجام آزمون 8 دقیقه، بخش اصلی آزمون 5 ساعت و 20 دقیقه و استراحت برنامه ریزی شده 25 دقیقه. در طول برگزاری این آزمون مدیریت زمان با خودتون هست و فقط در زمان استراحت برنامه ریزی شده زمان پاسخگویی به سوالات متوقف میشه. برای اطلاع از سرفصل‌ها و موضوعات آزمون رشته عمران در پایین صفحه بر روی FE سیویل کلیک و دفترچه مربوطه رو دانلود میکنید. بر این اساس این آزمون شامل ریاضیات و آمار، اخلاق مهندسی و عملکرد حرفه‌ای، اقتصاد مهندسی، استاتیک، دینامیک، مقاومت مساله، مواد و مساله، مکانیک سیالات، نقشه برداری، منابع آب و مهندسی محیط زیست، مهندسی سازه، مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی حمل و نقل و مهندسی ساخت می باشد. پس قبل از ثبت نام حتما نسخه جدید سرفصل‌های آزمون را از سایت NCES دانلود کنید تا ببینید چه موضوعاتی رو باید مطالعه کنید. لینک این قسمت از وبسایت رو در دیسکریپشن هم قرار میدم. در ادامه به فایل راهنمای آزمون میپردازیم که در آن اطلاعات خوبی در خصوص آزمون ارائه شده، همچون نحوه ثبت نام در آزمون و تاریخ‌های برگزاری آن، نحوه درخواست تسهیلات ویژه برای داوطلبانی که شرایط خاص دارند، لغو و برنامه‌ریزی مجدد آزمون، آمادگی برای روز آزمون، آشنایی با فرمت آزمون، بایدها و نبایدها در حین برگزاری آزمون و دریافت نتایج آزمون. توصیه میکنم حتما این فایل رو به دقت مطالعه کنید. برای موفقیت در آزمون FE باید منابع معتبری رو مطالعه کنید. از این قسمت از سایت دسترسی به خرید آزمون‌های تعاملی و همچنین دفترچه نمونه سوالات تمرینی آزمون رو دارید.
مطالعه کتاب‌های FE Civil Review نوشته لیمبرگ و FE Civil Review نوشته اسلام که یکی از بهترین منابع آزمون هستند توصیه میشه. همچنین در کنار این میتونید از ویدیوهای آموزشی که در کانال یوتیوبی مارک متسن قرار گرفته استفاده بکنید. برای آشنایی بیشتر با تبدیل واحدها هم میتونید از کتاب Engineering Unit Conversions استفاده کنید. حتما مطابق این مسیر غلطنامه‌هایی که توسط NCES در خصوص هندبوک و نمونه سوالات صادر شده رو مطالعه کنید. در این قسمت ماشین حساب‌های مجازی که میتونید در جلسه آزمون همراه داشته باشید و استفاده کنید ذکر شده. ماشین حساب‌هایی از برندهای کاسیو، HP و تگزاس. در خصوص ماشین حساب‌ها ویدیویی جداگانه تهیه شده که حتما اون رو هم ببینید. اما اگر به هر دلیلی در جلسه آزمون ماشین حساب نداشتید و یا ماشین حسابتون کار نکرد، اصلا نگران نباشید. سیستم نرم افزاری آزمون مطابق تصویر دارای یک ماشین حساب تگزاس مدل TI-30X هست که میتونید از اون استفاده کنید. در این قسمت اطلاعاتی در خصوص نرخ قبولی در آزمون‌های FE بر اساس رشته‌های مختلف داده شده. این آمار مربوط به داوطلبانی است که در برنامه‌های مهندسی معتبر تحصیل کردند و 12 ماه پس از فارغ التحصیلی و برای اولین بار در آزمون FE شرکت کردند و هر ساله در ماه‌های ژانویه و جولای این اطلاعات به روز رسانی میشه. مطابق این مسیر میتونید هندبوک یا همون کتابچه مرجع آزمون رو دانلود کنید. برای این کار ابتدا باید وارد اکانت کاربریتون بشید. مطابق تصویر آخرین ویرایش هندبوک مربوط به آزمون FE رو انتخاب و دانلود میکنید. این هندبوک تنها مرجعی هست که در آزمون اجازه استفاده از اون رو دارید و به صورت نسخه دیجیتال در طول آزمون در دسترستون هست و شامل فرمول‌ها، جداول و معادلات مربوط به تمام مباحث آزمون از جمله ریاضیات، مکانیک، دینامیک، استاتیک، مقاومت مساله و غیره هست. پس حتما این هندبوک رو دانلود و مطالعه کنید تا با بخش‌ها و نحوه استفاده از آن آشنا باشید. با کلیک بر روی این گزینه وارد سایت پیرسن ویو میشیم و میتونیم بر اساس آدرس و یا نام شهر محل‌های برگزاری آزمون رو ببینیم. همونطور که قبلا صحبت شد این آزمون در مراکز پیرسن ویو و برخی از دانشگاه‌ها برگزار میشه. به بالای صفحه قبلی برمیگردیم و بر روی گزینه پیرسن ویو تست سنتر کلیک میکنیم. صفحه NCES در سایت پیرسن برامون باز میشه. در پایین صفحه اگر بر روی گزینه پیرسن ویو دمو تست کلیک کنید، وارد شبیه ساز آزمون میشید که از این طریق میتونید با نرم افزار آزمون و نوع سوالات قبل از حضور در جلسه آزمون آشنا بشید. در خصوص نوع سوالات آزمون ویدیویی تهیه شده که توصیه میکنم حتما اون رو هم ببینید. با انتخاب گزینه مارک فور ریویو سوالاتی که جوابشون رو شک دارید براتون مشخص میشه تا اگر زمان بود در انتهای آزمون مجددا اونا رو بررسی کنید. چند نکته که به شما کمک میکنه آزمون FE رو با موفقیت پشت سر بذارید. 1. برنامه‌ریزی کنید. حداقل 2 تا 3 ماه قبل از آزمون هر روز 2 تا 3 ساعت مطالعه کنید و در هفته 1 آزمون آزمایشی بزنید. 2. دفترچه مرجع رو خوب یاد بگیرید. این تنها چیزی است که در آزمون همراه دارید، پس نحوه جستجو در اون رو تمرین کنید. 3. تست زیاد بزنید. نمونه سوالات NCES و تست‌های مشابه رو حل کنید. 4. مدیریت استرس. در آزمون اول سوالات ساده رو جواب بدید و بعد سراغ سوالات سخت‌تر برید. در ادامه شرایط اخذ مدرک EIT رو در ایالت‌های آریزونا، واشنگتن و ویرجینیا با هم می‌بینید. خب همینطوری که می‌بینید بورد آریزونا شرایط خاصی رو برای ثبت نام و شرکت در آزمون FE در نظر گرفته.
داوطلبانی که میخوان از این بورد اقدام بکنن قبل از ثبت نام باید اطلاعات تحصیلیشون رو در حساب کاربریشون در سایت NCEES وارد کنن. این داوطلبان اگر فارغ التحصیلی یک برنامه دانشگاهی غیر ایبت هستن نباید مستقیما در سایت NCEES ثبت نام کنن. این افراد ابتدا باید درخواست مجوز آزمون رو به بورد آریزونا ارسال کرده و تاییدیه دریافت کنن. پس از تایید بورد یک مجوز 1 ساله برای شرکت و قبولی در آزمون صادر میکنه. اگر داوطلب در این مدت موفق به قبولی نشه باید مجددا درخواست داد و هزینه مربوطه رو پرداخت کنه. همونطور که در ویدیوهای قبلم گفتم توصیه میکنم قبل از ثبت نام در آزمون الزامات بورد رو برای ثبت نام و صدور مدرک EIT در سایت بورد حتما مطالعه کنید. خب در اینجا مواردی که بورد آریزونا پس از قبولی در آزمون FE برای صدور مدرک EIT نیاز داره اشاره شده. همینطور که میبینید هزینه پردازش درخواست $40 و در صورت نیاز بورد ریز نمرات رسمی دانشگاه و 3 فرم گواهی تجربه کاری هم باید به بورد ارسال بشه. بورد ایالت واشنگتن. همینطور که در سایت درج شده این بورد از داوطلبان آزمون FE درخواست ارسال فرم یا پرداخت هزینه اضافی قبل از ثبت نام نداره، مشروط بر اینکه اطلاعات تحصیلی ارائه شده در زمان ثبت نام مطابق با الزامات بورد باشه. همچنین درخواست داوطلب برای شرکت در آزمون FE از طریق این بورد باید توسط بورد تایید بشه. وبسایت بورد واشنگتن. در این قسمت بورد واشنگتن الزاماتش رو در خصوص آزمون FE و همچنین نحوه صدور مدرک EIT اعلام کرده. بورد ایالت ویرجینیا. همینطور که میبینید این بورد الزامات خاصی برای شرکت در آزمون FE نداره. وبسایت بورد ویرجینیا. در این قسمت بورد ویرجینیا شرایط صدور مدرک EIT رو اعلام کرده. مهمترین موارد اون عبارتند از ارسال فرم مرجع که باید توسط یکی از افراد زیر تکمیل شده باشه. یک مهندس حرفه‌ای دارای مجوز PE، رئیس دانشکده مهندسی، یکی از اساتید گروه مهندسی دانشگاه محل تحصیل متقاضی، سرپرست مستقیم متقاضی. همچنین این بورد از متقاضیانی که از کشورهای غیر انگلیسی زبان هستند مدرک تافل میخواد. تجربه کاری یا تحصیل قابل توجه در محیط انگلیسی زبان ممکنه به عنوان جایگزین مدرک تافل پذیرفته بشه، البته با تایید بورد. خب با هم دیگه دیدیم که قوانین بوردهای مهندسی ایالت‌ها چه تفاوت‌های مهمی میتونن با هم داشته باشن و قبل از ثبت نام در آزمون باید به این قوانین اشراف داشته باشیم. این مواردی که صحبت شد مربوط به زمان ضبط این ویدیو است و قوانین و الزامات با گذشت زمان میتونن تغییر بکنن. پس حتما قبل از هر اقدامی وبسایت بوردها رو بررسی و از بروز بودن اطلاعاتتون اطمینان حاصل کنید. خب دوستان در این ویدیو هر چیزی که برای آشنایی با آزمون FE نیاز داشتید رو توضیح دادم. اگر قصد دارید در این آزمون شرکت کنید برنامه‌ریزی داشته باشین، منابع مناسب رو مطالعه کنید و حتما تست‌های آزمایشی بزنید. سوالاتتون رو در بخش نظرات بپرسید و اگر این ویدیو مفید بود لایک کنید و برای دوستان مهندستون بفرستید. برای ویدیوهای بیشتر درباره آزمون FE و مسیر مهندسی حرفه‌ای حتما کانال رو دنبال کنید. موفق باشید.